سلام، من مریم گلیم. بیشتر از 4 ساله که اکستنشن موژه کار میکنم. قراره اینجا تجربیاتم رو باهاتون به اشتراک بذارم تا مسیر شما کوتاه‌تر و راحت‌تر بشه. امروز میخوام در مورد لیفت موژه باهاتون صحبت کنم. لیفت موژه به روش اولیه و کلاسیکش. خودتون میدونید که الان مواد و ابزارهای جدیدی واسه لیفت اومده که بسیار کار ما رو راحت‌تر کرده. ولی شما اگه لیفت موژه رو به این روش بلد باشین، باقی روش‌ها براتون خیلی ساده تر میشه. پس لطف کنید ویدیو رو با دقت ببینید. اگه سوالی داشتید بپرسید که حتما جواب میدم. خیلی از خانم‌ها بین لیفت موژه و اکستنشن موژه همیشه گیج میشن. نمیدونن کدوم گزینه براشون بهتره. هر دوتای این موردها باعث زیبایی چشماتون میشن، اما هدف و نتیجهشون واقعا فرق میکنه. لیفت موژه چیه؟ تو لیفت موژه‌های طبیعی خود فرد با مواد خاص فر میشن، حالتدار میشن و بلندتر دیده میشن. هیچ موژه اضافه کاشته نمیشه، فقط موژه‌های خود فرد تقویت میشن و لیفت میشن. نتیجهش طبیعی تره. برای کسایی که موجهای سالم و نسبتاً بلندی دارن عالیه. موندگاری لیفت موژه حدود 6 تا 8 هفته است. نیاز به مراقبت خیلی خاصی هم نداره. نتیجهش خیلی طبیعی و ملو و ملایمه. حالا اکستنشن موژه چیه؟ تو اکستنشن تارهای موژه مصنوعی با چسب مخصوص روی موجهای طبیعیتون کاشت میشن تا چشم‌ها پرتر، بلندتر و مشخصتر به نظر برسن. سبک‌های مختلفی مثل کلاسیک، والیوم یا اسپایکی یا موژه‌های ژورنالی وجود داره. موندگاری موژه حدوداً 3 تا 4 هفته است. نیاز به ترمیم منظم داره. نتیجهش هم خیلی چشمگیرتره. ولی نیاز به مراقبت‌های خاصی داره. جمع‌بندیش اینه که اگه دنبال ظاهر طبیعی و بدون دردسری، لیفت موژه پیشنهاد منه. اگه میخوای چشمات همیشه آرایش‌دار به نظر بیان، حتما باید اکستنشن موژه انجام بدی. بریم که با هم دیگه مراحل کار رو ببینیم. اول اینکه موژه‌های پلک پایین رو من با چسب تریم جدا میکنم. برای اینکه حین کار راحت‌تر باشیم. بگو که با مشتری انتخاب کردیم و با چسب چسبوندم پشت پلکش. از چسب استفاده میکنم و شونه مخصوص لیفت که موژه ها رو کامل روی بیگودی بخوابونم. این قسمت شونه کشی رو خیلی باید با دقت انجام بدی که موژه ها روی همدیگه نیفته، کج و کوله نباشه و کامل شونه کشی بشه. الان موادهای خیلی راحت‌تر و بهتری اومده و مدل‌های لیفت دیگه انقدر به این سختی نیست. ولی من در مدل کلاسیکش رو بهتون آموزش میدم که شما اگه این مورد رو یاد بگیرید، بعد دیگه لیفت کردن با بالم و بیگودی‌هایی که جدیدتر اومده خیلی براتون راحت‌تر میشه. حتما با دقت باید دونه به دونه موژه ها رو کامل صاف روی بیگودی شونه کشی کنیم. برای هر دو چشم این کار رو انجام میدیم. بیگودی هم میدونید که مدل‌های مختلف داره، فرای مختلف داره و این بسته به سلیقه مشتری و نوع موژه هاشه. اگه موژه خیلی بلندی داره شما نمیتونید از بیگودی‌های کوچیک‌تر استفاده کنید. میبینید که دارم شونه کشی رو کامل انجام میدم برای جفت چشم. حالا مواد شماره 1 رو میذاریم وسط موژه های طرف، یعنی نه به ریشه بچسبه نه به نوک موژه ها. این خیلی نکته مهمیه، باید یادتون باشه چون موژه ها میسوزن. سلفون میکشم و من از شال خود مشتری استفاده کردم اینجا برای اینکه بپوشونم روی چشمش رو و گرمتر بشه. مواد 1 رو بعد از مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه باز چک میکنم. اگه جای احتیاج به شارژ داشته باشه شارژش میکنم. دوباره سلفون میبندیم و همون چشم هم همین کار میکنیم. بچه‌ها پاک کردن مواد هم با گوش‌پاک‌کن نمدار میشه، هم با پدایی بدون پرز. اصلا از چیزایی که پرز داره استفاده نکنید. مواد رو پاک کردم، من شونه کشی مداوم حین کارم انجام میدم که مطمئن بشم هم مواد قبلی برداشته شده هم موژه کامل لیفت شده. مواد شماره 2 رو به همون ترتیب وسط موژه ها قرار دادم و به پایین و بالاش نذاشتم بخوره.
چشم دیگرم همون کارا رو تکرار میکنیم، شونه کشی میکنیم، مواد رو پاک میکنیم و مواد شماره 2 رو میزنیم. تو این حین باید حتما رنگ مژه‌تون هم آماده کنید. یعنی وقتی مواد 2 رو گذاشتید رنگ مژه رو آماده میکنیم که این رنگ دهی انجام بشه تا موقعی که مواد 2 باید بمونه. 20 دقیقه باید بمونه. من 1 دقیقه 2 دقیقه آخر مواد رو از بالا تا پایین مژه کامل میذارم. یعنی اینکه باید هم ریشه هاش بخوره هم نوک مژه، ولی 1 دقیقه و 2 دقیقه آخر. یعنی حتما روی این تایمتون بمونید، نباید بیشتر بشه. میبینید که رنگمون هم کامل آماده شده. حالا مواد شماره 2 رو پاک میکنیم از روی چشم مشتری. به طور کامل باید پاک کنید مواد رو. حواستون باشه هیچ گونه از موادی شماره قبلی نباید روی چشم بمونه وقتی دارید مواد بعدی رو میزنید. دوباره شونه کشی میکنم و این رنگ مژه مخصوص رو روی مژه ها قرار میدم. بچه‌ها تو رنگ دست و دل باز باشین، چون رنگدهی مژه هم خیلی زود میره هم خیلی کم معلوم میشه، چون ما نمیتونیم از اکسیدن‌های بالا استفاده کنیم. اکسیدن 1% برای مژه. پس رنگو کامل بذارید روی مژه که رنگدهی قشنگ و مطلوبی واسه مشتری داشته باشید. رنگ مژه هم باید بین 5 تا 10 دقیقه بمونه. باز این بستگی به خود مژه طرف داره. رنگو من با میکروبراش و پد پاک میکنم از روی مژه هاش. دور و بر چشم معمولا چسب و رنگ و اینجور چیزا میشه. اینا رو همه رو کامل پاک کنید که وقتی مشتری چشمش رو باز میکنه صحنه مثلا قشنگ تری رو ببینه. و برس فلزی لیفت این من لابلای مژه ها رو با برس فلزی باز میکنم. مطمئن میشم که چشم مشتری نمیسوزه. میتونید لبخند هم استفاده کنید و تمام. اینم نتیجه. در آخر چند تا نکته مهم که حتما باید بدونید. اولا اینکه لیفت مژه رو شما برای افرادی که مژه خیلی ضعیف و نازکی دارن نباید انجام بدید، به خاطر اینکه احتمال اینکه مژهشون بسوزه هست. و اینکه در نهایت هم آخر کارتون مژه هاشون خیلی شکل جالب و مرتبی نمیگیره، کسایی که مژه کم پشتی دارن. دومین مورد اینه که لیفت مژه رو برای اشخاصی که عملهای زیبایی چشم یا عمل لیزیک و عملهای کلا مربوط به چشم و اطراف چشم انجام دادن بهتره که انجام نشه، یا اینکه 6 ماه تا 1 سال از اون عمل گذشته باشه که چشم خدایی نکرده حساسیت نداره. سومین مورد اینه که اگه شخصی اومد پیشتون و فاصله لیفتش، یعنی لیفتی که الان میخواد انجام بده با لیفت قبلیش 2 ماه نشده، بهتره که نپذیرید که لیفت رو انجام بدید. چون حتی اگه ظاهراً مژه ها لیفت نداشته باشن، امکان اینکه مواد لیفت روی مژه ها مونده باشه هست و باعث کسخوردگی و آسیب به مژه هاشون میشه. بذارید حتما 2 ماه بگذره از تایم لیفتتون. در نظر داشته باشید که رنگی که ما روی مژه میذاریم ماندگاری آنچنانی نداره، حداقل 10 روزه و شما باید اینو به مشتری بگید و بفهمونید که رنگ ماندگاری نداره، ولی اون حالت فر لیفت براتون حداقل 1.5 ماه تا 2 ماه میمونه. من از مواد مای لامینیشن یا LSP استفاده میکنم. الان حدود همین 4 سالی هستش که دارم کار میکنم. تا حالا یه دونه مشتری که مژه‌هاش سوخته باشه یا کس خورده باشه نداشتم. حتما تو انتخاب موادتون دقت کنید. از هر موادی استفاده نکنید. اصلا اینو در نظر نگیرید که این مواد از نظر حجمی به صرفه تره یا این مواد مثلا از نظر اقتصادی به صرفه تره. مواد لیفت مطمئن استفاده کنید و حتما حتی اگر از مواد لیفت مطمئن استفاده میکنید در نظر داشته باشید که مواد شماره 1 که شما روی مژه یا ابروی مشتری میذارید و باید چک کنید. یعنی حداقل 5 دقیقه یه بار باید چک کنید که یه موقع مژه‌اش نسوزه. چون مژه هر شخصی یه جنسی داره، یه مدلی ممکنه لیفت بشه و یکی ممکنه زودتر لیفت بشه، یکی ممکنه دیرتر لیفت بشه و اینکه مثلا صرفا روی موادی خورده مثلا تایم مکسش 20 دقیقه است دلیل نمیشه که برای همه شما 20 دقیقه صبر کنید.
باید حتما چک کنید، شاید یکی 15 دقیقه براش کافی باشه، یکی 20 دقیقه براش کافی باشه، یا شاید یکی موجهای ضخیم‌تری رو داشته باشه و مثلا مجبور باشید تا مثلا 25 دقیقه این مواد رو روش بذارید. ولی میگم حتما باید چک کنید، اینو در نظر داشته باشید. اگه از آموزش هم راضی بودید، اگه تونستم نکات مفیدی رو در اختیارتون بذارم، خوشحال میشم که منو حمایت کنید. سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا من باز هم بتونم از این ویدیوها براتون بگیرم. خدا نگهدارتون باشه.